چجوری من این شکر و ماست این همه بازی رو داخل سرور انجام میدم، مخصوصا بدوارز بازی که پشت سر من میبینید و خیلی ها هزینه میکنن براش و میرن کامپیوتر میخرن که بدوارز بزنن، ولی نمیدونن که توی بدراکم میشه این کار کرد و بدوارز زد. این سوال خیلیاتون بود که چجوری بدوارز بازی کنیم توی بدراک ادیشن. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید، حتما لایک و سابسکرایب چنل فراموش نشه و یک کامنت انگلیسی هم بذارید که کامنتتون نپره. پس بریم سراغ ویدیو، لیتس گو. آقا اول میریم وارد این چیزتون میشین، وارد گوگلتون میشین و با چیز ببخشید با VPN حتما با VPN وارد میگم گلوی من گرفته بگید حتما با VPN وارد گوگل بشین و این کارهایی که میگم انجام بدید. به نظر من ترجیحاً حالا VPN خوبه. حالا اینو میزنیم اتصال وای میسیم. من جای ویدیو رو کات میزنم براتون. خب وقتی این صفحه براتون باز شد دیگه الان VPN شما آماده است و برید داخل گوگلتون سرچ کنید سایت Xbox، سایت همین ایکس باکس بنویسین، همین سایت اول دقیق سایت اول رو باز کنید. حالا اینجا مشکل براش پیش اومده همین ریلود، اگه همچین صفحه براتون اومد ریلود رو بزنید. الان یک علامت ایکس باکس اینجا براتون میاد، اینجا باید یکم صبر کنید که این لودینگش تموم بشه. ما وای میستیم و باز شد. وقتی که این صفحه براتون باز شد میایم این گزینه بالا، این آدمایی که هست، نه این نبخشید، اینو میزنید. حالا برای من مای اکانت اینجا نوشته ولی برای شما ساین این ناو رو یا ساین این میاره. اینو میزنید وای میسید. حالا من حساب مایکروسافت چون دارم اینجا اسم منو نوشته، حالا من یه دونه دیگه حساب مایکروسافت میخوام. باید چیکار کنیم؟ میایم این بخش چرخ دنده رو میزنیم، ستینگ رو میزنیم. بیا دیگه، اینترنت من چه خوبه. بیا. خب اومد اینجا. حالا شما اینجا هم آورده که میتونه این برنامه رو نصبش کنیم، بعد دیگه لازم نیست بیاین داخل خود سایت ایکس باکس. از اونجا میرین دیگه مثلا نیمتون و کلا وسایل میگم چیزایی که اینجا دارین اونجا براتون میاره. حالا من چون اینجا حساب دارم باید چیز کنم، ساین اوت رو بزنم دوباره برای شما. حالا اشو انجام میدم و دوباره خودم حساب درست میکنم. نگران نباشیم، باز دوباره میتونم بدوارز بازی کنم. وای میسین. حالا اینجا یه گزینه برای شما نمیاد، اینجوری نمیاد گو بک. حالا اینجا میایین ساین این رو میزنیم. اینجا میایین ایمیلتون رو میزنید. اگه بخواین تازه وارد باشین این کریت ان اکانت رو بزنید پایینیه، اینو میزنید. بازم وای میسید، صبر میکنید. بعد حالا یه ایمیل برای خودتون انتخاب میکنید که یه لحظه من ایمیل خوشتیپ رو بزنم. اینو میزنیم، ایمیل رو میزنیم.
و حالا اگه شما حساب داشته باشید براتون این صفحه میاد، اگه نداشته باشید یکی جدید میاد. حالا اگه نداشته باشید باید چیکار کنید؟ یه ایمیلی که هیچ حساب مایکروسافتی نداشته باشه، اگه حساب مثلا برای روبلاکسی چیزی باشه اشکالی نداره، ولی اگه برای ماینکرافت دوباره حساب درست کرده باشید این اشکال وجود داره. میایم ایمیل رو میزنیم. باز اینجا هم من دوباره اکانت دارم، کلی اکانت دارم. بذارید یکی دیگر رو من انتخاب کنم. مثلا اینو میزنیم براتون یه کد میاد، کدم داخل برنامه جیمیل براتون میاد. این برنامه جیمیل رو پیدا میکنید. جیمیل الو. و حالا اگه شما روی چیز باشین برو بر روی اون حسابی که باش درست کرده، الان من روی این حساب بودم، اینجا براتون باید پیام بیاد از طرف مایکروسافت و اومد این کد رو بر میداره اونجا میزنید 339 303 339 303 اینجا کدیه من. حالا میاین اینجا چرت و پرتاتون رو میزنی. این مثلا روزشو فرقی نداره، ماهشو فرقی نداره، ولی این یرزو همیشه بزنی 1998 1998ش اوکیه. حالا اینجا نیمتون رو مینویسی. من مثلا میذارم وایت گود 3 وایت گود 3. اینجا میاره که نوشته ثابت کن که هیومنی، ثابت کن انسانی. اینجا باید یک دکمه بیاد. آره این دکمه رو انگشتتون روش میذاری نگه میداری، روش یه دونه نمیزنی، میزنی نگه میداری، وای میسی تا این آبی پرشه. what the fuck باید نگه داریم. من لازم بکنم شما هم دقیقا ویدیو رو لایک کنین، مثل این اون گلب سفید و قرمزش کن، اینجا هم این سفیده رو آبیش کن. what the fuck حتما ولی ساب کنیم بریم بالا. راستی 3 تا سابسکرایب بریم و 3 سابسکرایب بریمون مبارک. توی چند روز میشه؟ توی 2 روز 3 روز اینا 3 تا سابسکرایبر خیلی ها. اون هم برای ماینکرافت پلیر بدراک. what the hell. من اینجا باید یکم وایسید صبر کنید که این بیاد بالا، کم شاید طولی بکشه برای شما، شاید برای شما چیز ببخشید زود بیاد، ولی اینترنت من چون عالیه دیر میاد. بله خدا زد تو کمرم. آفرین. اینجا لودینگش رو وای میسین تموم شد. لودینگش که تموم شد اینجا اسکیپ فور ناو رو بزنید، نکست رو نزنید، اسکیپ فور ناو تموم، همین رو بزنید. بعدش باز دوباره این نشونه ایکس باکسش میاد. وای میستین دون 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 دون. صبر میکنید و وقتی که این چیز براتون اومد، اینجا براتون اومد، یه دونه رفرش بزنید، بیاید اینجا این دفعه ساینین این پایین رو نزنید، بیاید اینو نزنید، وای بیستید خودش براتون حساب درست میکنه و الان حساب شما آماده است. میتونید بیاید این سیو اند کانتینیو رو بزنید. ولی کار داریم بازا این چیزه، باید برید تو ماینکرافت سری کارا رو انجام بدیم. من انشو در آوردم، 3 تا اکانت دارم، یه اکانت دیگه هم دارم روی یه گوشی دیگه است. اینجا حالا دیگه اکانت شما اوکی شده دیگه. این سیو اند کانتینیو رو بزنید، اکانت برای شما درست میشه. و حالا اینجا نمیدونم چه چرتی، ولی گزینه دوم بزنید، گزینه دوم، روی گزینه دوم بزنید، اینو خودش گذاشته لازم نیست کار بکنه. بعد دیگه کاری نیست دیگه.
بله حساب شما درست میشه و قبلا اینجا ساینین بود، الان مای اکانت. اینو که بزنید میتونید برید اسمتون رو تغییر بدید، ولی یه بار میتونید تغییر بدید دیگه. بعد از اون چیز میشه باید پول بدید، اصلا پول پرست نیست چیز. بعد میتونید بیان اینجا اونو برسیدید، بعد اینجا میتونید بیان گیمر پیکتون رو انتخاب کنید، پروفایلتون رو انتخاب کنید، همون میشه. کلی هم تنوع داره حاجی، تنوعش تمام نمیره. کال آف داره، ایکس باکس داره، طرحش کلی چیز داره، ولی من از این روباه خوشم نمیاد. بازم بگم دوست رو اونو بذارم، نه فرقی نمیکنه آقا، یکی بذارید. من کدوم بذارم؟ ویلیجر خیلی گوگلی، ویلیجر رو میذاریم. حالا بریم اسممونم اینجا تغییر بدیم. میایم اینجا این مداده رو میزنیم، دقت کنین یه بار میتونی اسمتون عوض کنید، بعدش باید پول بدیم، اصلا پول پرست نیست. حالا ما اینجا نیممون رو چی بزنیم؟ اینجا میزنیم وایت فامیلی، وایت فامیلی های خودم. یعنی شمایی قربون همتون برم. بعد اینجا عدد برای شما میاد، چنج گیمر تگ رو میزنید و برای شما اون اسم اوکی میشه. و وقتی این صفحه براتون اومد، این تیک اومد، کلوز رو بزنید و یه دونه رفرش. رید what the hell. الو اگه اینجوری شد باز دوباره براتون این پروفایل بالا رو بزنید، ولی درست شده نگران نباشید. حالا از اینجا در میریم داخل ماینکرافت خودتون رو باز دوباره دقت کنید با VPN باز میکنید و اینجا منو مشاهده کردید. یه لحظه اینجا حالا این لودینگ خوشگل هم اگه تموم بشه چیزی نمیشه ها. باز هم معذرت میخوام، گلوی بنده تحت فشار آنفولانزا قرار گرفته. چرا لودینگش تموم نمیشه؟ من که نمیخوام برم توی سروری، برای چی لودینگ ریسورسه؟ what the hell؟ کمک. چرا آپدیت اسپیر نمیشه؟ ما اعتراض داریم، اسپیر نیاز داریم. what the hell؟ الو چی شد؟ این دکمه بک ماینکرافت من کار نمیکنه، برای همین باید برم بیرون کلا دوباره بیام. یه لحظه صبر کنه. خب حالا اینجا برای شما یه صفحه میاد که اینجا اکانت من هنوز برپای، متاسفانه اشکال نداره. از اینجا میتونید برید اینجا پروفایل رو بزنین، بعد این ترای اگین رو بزنین، اینجا براتون باز میشه. 3 نقطه رو میزنید، ساین اوت رو میزنید. البته شما نمیخواد بزنید، شما نزنید، شما این کارو که میکنم رو نکنید. اوکی شما این کارو نکنید، بده نمیشه. خب حالا میای اینجا این ساینین بغل هست پایین چپ، ساینین رو میزنی و وای میستی. میای اینجا let's get you signed in رو ولش میکنی، این ساینین پایین رو میزنی. حالا میاین اینجا برای شما یک حساب همون اول اومده که میگه وایت گاد 3، همون وایت فامیلی ساین شده توی مایکروسافت. حالا همین رو انتخاب میکنی، بعدش صبر میکنی، این کانتینیو رو میزنی. حالا دیگه شما مثل شکر و نقل و نبات میتونی بری بدوارز پلی بدی، اسکای بدون ماد بگم تو سرور دیگه، سرور میتونی پلی بدی. حالا باز دوباره اینجا بیار که تایید کنم.
اینا وایت فامیلی 471 با عکس ویلیجری که اونجا بود الان اینجا اومده. لیتس گو پایین رو میزنیم تا اینجا 99% کار رو رفتیم. وای میسی لودینگ و بله یادتون وایت گاد بود اسمم، الان وایت فامیلی 471 میایم پلی رو میزنیم. به ریمل کاری نداریم، دکتر بنفش اومده با اون کار نداریم. میایم حالا بخش سرورها و سرور داریم چه عالمه، ولی به نظر من سرور که همیشه خودم پلی میدم همین لایف بوده و خیلی هم خوبه سرورش، پینگ پایینه و عالیه دیگه. حالا اینجا رو من بر تو کات میزنم وقتتون رو نگیرم، بعد میریم یک پلی هم میدی اینا. برای اینم که مطمئن باشین لایف بوت و این بالا مینویسه، اگه ننویسه یعنی که کار به درستی انجام نشده و وای میسین این ریسورساش هم دانلود بشه. حالا برای من چون دانلود شده اگه برای شما چیزی اومد یه دکمه سبز رنگ هست، اگه اومد اون جوین رو بزنید، جوین خالیه دکمه سبز رنگ کوچولوه اونو بزنید. و حالا ما اومدیم تو سرور. سلام، اومدیم تو دنیای ماینکرافت. سلام. خب حالا میریم کلی بازی ما اینجا الان دسترسی داریم. چند تا بازی چرت و پرت هست که اصلا معروف نیست و مال خوده همین سروری که خودش درست کرده. اینجا اسکای بلاک داریم، سروایوال مود، بدوارز، لاوا سروایوال، اسکای وارز و قراره بریم بدوارز پلی بدیم. یه اون سولو پلی میدیم سریع کیفیت کوالی رو داشته باشیم. اینجا پارکور داره براتون که سرتون سرگرم بشین تا بازی شروع بشه. بعد این کتابی هم که هست این دکمه بلک پیس کردن بزنید. اینجا چند تا مپ داره و میتونی مپ رو رای بدی و اگه اون مپ رای بیاره توی همون مپی که خودت رای دادی و بقیه رای دادن میتونی بری بازی کنی. و اینم پارکور خیلی ساده است، حالا یکم مغز میخواد برام پسی ها نمیدونم چرا ولی میخواد. و اینجا نوشته مچ استارتینگ این 20 seconds یعنی 20 ثانیه دیگه بازی شروع میشه. و الان اون بالا نوشته 7 نفر از 8 نفر 7 نفرشون تو بازی هم 2 نفر به همون چیزی که من رای دادن یکی من یکی اون. و اینجا هم یک بدوارز کوچولو دارید. اینجا میتونید بریک جمع کنید. بعد داخل این بدوارز یکی گلد هست، یکی آیرون هست و یه دونم همین چیز هست بریک که اینجا شاپه. بزنید انتخاب میکنید بلاک ها ایناست و ما بریم با یکی فلم ببندیم. دیگه میبینید دیگه خودتون چی هست اینا رو به مرور یاد میگیره، ولی من بازی بدو شیشه میکنم. بعد یه ویدیوی بدوارزم میاد که بهتون یاد بدم چجوری بازی کنید اگه بعضی که بلد نیستن بهشون یاد میدم بازی کنم، حال کنم، عشق کنم. فره میبنده نایس بدش رو زن. وای نایس، هم فاینالش کردم هم بدش رو زن. خیلی خوبه وکی خوبه، خیلی حال میده، مخصوصا اسکای وارز و این بدوارزش خیلی چیزا کرگاک اصل افغانستانی. حرکت پش میزنم و میاو پشم آکوری ولی کار هوشمندانه و من صورتیم چشم باید من درست کنم که بیارم پایین اسکیرم زشت استیم سرفیس بادم بریک گرفتم باز رو what the fuck بیده
چرا سری داری کنم ببند. من از این آکروه میترسیدم که این اسکول کنم. ولی من مستحکم ترش میکنم که بتونیم یه پلی خیلی خوب بدیم و راحت نازی کنیم. با این بازی کنیم. اوکی، اینم از اوکی، بریم راش بدیم به این. میرم یه لحظه رویدم ولی اشکال نره کسک. دوباره بلاک بخریم و دوباره شروع میکنیم. کلا 4 دقیقه گذشته از تایم بازی بوده. یا حضرت عباس بفرم میره بدم. بدشو زدم با همکاری من وایت. فرند فقط همین چیزها همینه ها، فقط همین چیزها. یو علی ریدم بدم بدم اینو رو. خب میره حساب اونو میرسه، من میرم حساب بدشو میرسه. بده اونو برسه. امیر چرا جامپم آی what the بابا استونی شام شد. حالا میره بده من میزنم حتما. آره حتما منم بذارم. نایس ان شدی. اکچولی ان شدی. بریم آپگرید بگیریم. زشته بدون آپگرید رشد داده. چه بیریج مسخری. اینجا هم رفته بیریج تکمیل کنه. ریده اشکال من تکمیل میکنم. طلا هم میشدونم بده اونم میشه کنم اون قرار بشه. بله من نمیذارم. نه اشکال آب کن میشه. نه مردم. نه اشکال نره. تا ویدیو دیگه با من خدافظ.